سلام. سلام عزیزای دل. امروز شنبه 16 فروردین. همه خسته ها. آقا چرا میگید نونوایی اینقدر درآمد داره؟ نونوایی اینقدر درآمد نداره به خدا. چرا فکر میکنی یه نونوا دیگه همه رو گرفته جمع کرده؟ یه نونوا الان باید 3 سال تو انتظار این باشه که میخوان یه نرخی بدن. این درسته؟ سلام علیکم. نون روغنی داریم میزنیم برای شما. هستش. بچه ها خسته کوفته. اینم بدروبچ. دادا یه سلام بده به بچه ها. من خدا هنوز خوابه. یکی اینجا هسته که داره با دوست دختر صحبت میکنه. آناش همین آقا داره با دوست دختر صحبت. آقا ما نونواب شغلمون یه شغل خدمات رسانی و بی‌منته. شغل درآمدی نیست برای ما. یا ها